خب برای بار سوم ازتون تشکر میکنم به خاطر اینکه ویدیوهای بنده رو دنبال میکنین. یه دونه سابسکرایب هم بگم اینجا گرفتیم تا این لحظه و میخوایم با قدرت ادامه بدیم. خب میریم سراغ بحث شیرین و جذاب پایتون و اینکه با چی سر و کار داریم. خب یادتون باشه ما شروع کردیم در مورد مقادیر صحبت بکنیم که یا متن میگیرن یا عدد میگیرن این کامپیوتر زبون نفهم ما. خب حالا این مقادیری که میگیره باید بره تو حافظه دیگه همتون میدونیم میره یه جای ذخیره میشه و اینکه میخواد ذخیره بشه چطور دوباره استفاده میشه. خب شما وقتی غذا درست میخواین بکنین غذا رو که تو هوا نمیذارین که توی ظرفی میریزینش و وقتی هم میخواین از غذا نگهداری بکنین بازم داخل چیه؟ داخل یه ظرفیه و حالا اون ظرف رو یه جا ذخیره میکنین، مثلا تو یخچال. حالا یخچال همون حافظه. خب و اینکه این ظرف ما گنجایش خاصی براش تعیین نشده میشه گفت تا حدودی و خدا رو شکر تو ظرف ما همه مقدارها یعنی فرقی نمیکنه، همه مقادیر توی ذخیره میشه. هم میتونه بولیان ذخیره بشه، هم میتونه عدد ذخیره بشه، هم رشته ذخیره بشه، کاراکتر ذخیره بشه و غیره. خب و اینکه کامپیوتر ما یه ورودی میگیره، در عین حال یه خروجی هم به ما نمایش داده میشه. مثل چی؟ مثل همین تایپی که با کیبوردمون انجام میدیم. خب یا بر فرض مثال کلیک ماوسی که انجام میدیم یا تصویرمون رو با وبکم داریم چیکار میکنیم؟ ذخیره میکنیم تو کامپیوتر دیگه. اینا میشن چی؟ ورودیای ما و یه سری چیزا مثل پرینتر، مانیتور دیگه، ارزم بزرگتون پروژکتور یا وی آر. اینا میشن چی؟ یا مثلا همین بلندگو چه خروجی ما، چون یه چیزی رو به ما از سمت کامپیوتر برمیگردونه. حالا ما بیشتر نظرمون رو چیه؟ یکی رو این کیبورده، این چیزایی که ما بهش میدیم و یکی هم روی نمایشی که به ما میده که برای هر کدوم از این دوتا یه دستوری پایتون ساخته. خب ما این جلسه با رشته کار نمی کنیم خیلی، چون رشته بحثشون مفصله و به قول معروف شما یه پریویو از قسمت آینده دارین میبینیم. درست. میریم سراغ ادامه کار. یه فایل پایتون از قبل ساختیم به اسم اینپوت و آوتپوت و میریم دستور رو بنویسیم. خب اولین دستوری که همتون باش آشنایت دیگه تا اینجا پیدا کردیم دستور پرینت، یعنی دستور نمایش داده. حالا این چیزی که میتونه نمایش بده یا میتونه یه رشته باشه مثل hello world یا میتونه چی باشه؟ یه عدد باشه که اینم صحبتش رو کردیم و در مورد انواع اقسام نوع دادا صحبت کردیم. حالا اینجا سوال پیش میاد، خب ما حالا میخوایم یه مقدار بهش بدیم، مقدار انگار تو کد ما از قبل تعریف شده. حالا ما یه برنامه میسازیم که ورودی میخواد بگیره. خب چیکار کنیم؟ یه دستوری هست به اسم اینپوت. اینپوت یعنی چی؟ یعنی گرفتن، ورودی. خب حالا این به تنهایی نمیتونه عمل بکنه. چرا؟ چون مقداری که میگیره یه جای نگه داشته نمیشه، تو هواست. برای اینکه یه جا نگه داشته بکنیم به یه ظرفی احتیاج داریم. حالا ما جدا از این بحثا میتونیم چیکار کنیم؟ فوری هم بیایم از اون دستور استفاده بکنیم. حتما هم نباید ظرف داشته باشه. مثلا اینجا بنویسیم اینپوت، جای اینکه اون رشته رو بنویسیم اینپوت بی پرانتز هم باز بسته کنیم. خب حالا یه خروجی بگیریم. خب اینجا آماده چیه؟ ما یه کلیک که بکنیم آماده اینه که ما یه چیز بنویسیم دیگه. مثلا می‌نویسیم سلام. میاد فوری مقداری که الان اینجا ورودی گرفت رو میاد تو خط بعدی چیکار میکنه؟ خروجی میگیره، چاپش میکنه. خب حالا اینجا یه بحثی براتون پیش میاد.
ما میدونیم که پرینت رو اگه داخل پرانتز بهش یه مقداری بدیم همراه واسه ما چاپ میکنه. اینجا این اینپوت قضیه چیه به نظرتون؟ خب براتون سوال میشه چیکار میکنیم؟ روش نگه میداریم. گفته که میتونید داخلش یه رشته بنویسین. حالا منظور از رشته چیه؟ خودش میتونه قبل از اینکه ورودی بگیره یه چیزی رو واسه ما نمایش داده بشه. حالا منظور چیه؟ مثلا شما یه سوالی داشته باشین، مثلا علی خوبی؟ حالا بر فرض مثال علی خوبی؟ و اینجا میسی چی؟ خوبم. حالا چی شد؟ این خوبمه تو خط بعدی چی شد؟ چاپ شد. یعنی قبل از اینکه ورودی رو بگیره یه سوال در مورد اون ورودی از ما میپرسه. حالا چه سوالی دیگه بستگی به نظر خودتون داره که تو برنامه‌تون چی بپرسید. خب پس با کارکرد داخل اینجا هم آشنا شدیم. درسته؟ اینم مقدارش چیه گفته؟ روش که نگهداری میگه یک استرینگ، یک رشته. من موضوع نمیتونم بیارم پایین. آره. گفته یه رشته میتونید داخلش بنویسیم. یه پرامپتی به اسم رشته. حالا میگیم اینجا میخوایم حالا یه محاسبات ریاضی هم واسه ما چیکار کنه؟ انجام بده. اینو کامنتش میکنیم. میریم خطای بعد. اینم پاک میکنیم. مینویسیم چی؟ بریم سراغ متغیرها بهتر توضیح شد. متغیر یه سری قواعد داره. شما برای اسم ظرفتون گفتیم که ظرف باید یه اسمی داشته باشه. نمیتونید اولش رو بیاین چیکار بکنین؟ اولش رو بیاین یه عدد بذارین. نمیتونی یه همچین چیز بنویسین. اصلا این قرمز شد. اولین حرفی که باید شروع بشه، اولین ایندکسش باید حتما یه حروف الفبای چی باشه؟ انگلیسی باشه. حالا کوچیک یا بزرگ بودن مهم اینجا اول نیست که حالا بزرگ باشه یا کوچیک باشه. خب حالا یه سری قواعد هست، یعنی مثل قواعد کامل کیس. کامل کیس چیه؟ شما مثلا بخوای یه چیز بنویسی، کلمه اولی یه حرف بزرگ، مثلا name، یا مثلا نه first name first. بعد حالا چی؟ کلمه دوم رو چی بنویسین؟ دوباره اونم با یه حرف بزرگ بنویسین، حرف اولش. یا بینش چی بذارین؟ یا بینش مثلا یه آندرلاین بذارین. آندرلاین هم با دکمه بعد از صفر بالای کیبوردتون بعدش یه دکمه هست، یه خطی کشته. شیفت رو که نگه دارین رو بزنین براتون میزنین. اگر شیفت رو نگه ندارین علامت منها رو میذاره. خب پس دقت داشته باشین. میسیم نیم. خب first name. خب حالا میتونیم چیکار کنیم؟ الان یه ظرف نوشتیم. پس قاعده یه ظرف چی شد؟ یک اسم که اولش نباید با عدد شروع بشه. البته میتونید حتی اینجوری هم صدا بزنین، با آندرلاین هم میتونه شروع بشه. اینم بهتون گفته باشم. و در کل اسمش اینه. بعد جلوش میین یه مساوی میذارین و حالا میتونین اون مقداری که میخواد توی ذخیره بکنه. حالا مقداری که میخواد ذخیره بکنه میتونه یه رشته باشه. مثلا سلام. خب حالا ما میگیم اینجا چیکار میکنیم؟ کپی میگیریم ازش، عدد بذارم براشون که اشتباه نشه. مثلا اینو می‌نویسیم 1، این رو میذاریم 2. اینم چیکار میکنیم؟ یه عدد میذاریم. اینجوری میتونید بهش مقدار بدین. یه جور دیگه هم که میتونید بهش مقدار بدین اینه که این اینپوت رو توش بنویسین، دستور اینپوت رو. یعنی هرچی گرفت رو تو همینجا ذخیره بکنه. اینپوت. خب حالا یه بحث دیگه که اینجا پیش میاد اینه که این مقداری که ورودی میگیره از نوع چیه؟ الان نوع این اینپوته که ذخیره میکنه اینجا که ما نوشتیم
به چه شکل ذخیره میکنه؟ بریم که ببینیم. یه پرینت می‌نویسیم اینجا. خب یه دستور داریم برای اینکه نوع دادهمون رو مشخص کنه به اسم تایپ. پرانتز باز و بس. حالا داخل تایپ میگیم چیکار میکنیم؟ متغیرمون رو صدا میکنیم. first name چند 3 رو میخوایم ببینیم چی. بریم که خروجی رو ببینیم با هم. مثلا 4 که عدد بود. سوال براتون پیش نیومد چرا رشته برگردون؟ چون هر مقداری که داخل اینپوت ذخیره میشه به صورت چیه؟ رشته است، استرینگ. و دقت داشته باشین استرینگ نمیتونه برای محاسبات عددی استفاده بشه چون عدد خونده نمیشه، رشته است، رشته عدد نیست. منظور از رشته عدد نیست چیه؟ یعنی شما اگه نوشتین من بر فرض مثال پرینت مثلا رشته عددی 4 به اضافه رشته مثلا 5، این به ما نمیگه مثلا مقدار 9 رو، میگه 45. خب منتظر یه ورودی بگیر. خب میگه 45 چرا؟ چون دوتا رشته رو با هم جمع میکنه، دوتا رشته رو با هم وصل میکنه که تو قسمت بعدی با اینا آشنا میشی. اینا خیلی فکرشو نکنید، فقط نکتهشو گفتم که متوجه شده باشید. حالا چطور این مسئله رو رفع بکنیم؟ با تبدیل نوع. تبدیل نوع چیه؟ ما میگیم اول همه اینا رو با هم کامنت میکنیم. حالا بر فرض مثال می‌نویسیم چی؟ عدد 1 مساوی با اینپوت دوباره عدد 2 برابر با اینپوت. خب حالا چه اتفاق میفته؟ ما وقتی که اینجا کلیک کنیم دوتا ورودی از ما میگیره، درست؟ حالا میخوایم حاصلش رو متوجه بشیم. گفتیم که دوتا رشته به ما بر میگردونه. حالا چیکار کنیم که رشته به ما بر نگردونه؟ میایم تبدیل نوع میکنیم، داخل پرانتز میگذاریمشون و پشت پرانتز چی می‌نویسیم؟ نوع داده‌ای که میخوایم. نوع داده‌ای که میخوایم یه گفتیم یا میتونه اینت باشه یا میتونه فلوت باشه یا نوع‌های مختلف مثل دابل، اعشار بزرگ مثلا. خب که میگیم چیکار می‌کنیم؟ کلا این خط رو کامنت بکنم. اینجا بیایم مقدارش رو بذاریم مثلا اینت. درست. خط بعدی رو هم میایم نوعش رو عوض می‌کنیم. می‌نویسیم چی؟ فلوت مثلا. اینا حالا یه نکته ای میخوام اینجا بهتون بگم. خب میگیم چی؟ میگیم عدد 1 به اضافه مثلا عدد 2. درسته؟ تا اینجا که سوال پیش نمیاد. خب سوالی که اینجا اول پیش میاد یه عدد صحیح با یه عدد صحیح جمع بشه نتیجهش میشه چی؟ یه عدد صحیح. یه عدد اعشاری با یه عدد اعشاری جمع بشه نتیجهش میشه چی؟ یه عدد اعشاری. حالا ممکنه اینجا بگین که دو تا نیمه بخوایم جمع کنیم که میشه یک یه عدد صحیحه. نه عزیزم، توی کامپیوتر نوعها رو یکی در نظر میگیره. یعنی حتی اگرم شد 1 اینجوری می‌نویسدش 1 یه اعشار صفر هم جلوش میذاره. یعنی این چیه؟ نوعش فلوته، یعنی اعشاره. خب حالا اینجا یه بحثی که پیش میاد، ما عدد صحیح رو بخوایم با فلوت جمع بکنیم حاصلش میشه فلوت یا میشه یه عدد صحیح؟ این یه خروجی میگیریم. حالا می‌نویسیم مثلا 5، اینم می‌نویسیم چی؟ 8. حالا ببینیم یه عدد صحیح هم نوشتیم جای فلوتا که این نکته رو دقت داشته باشید. شد 13 یه دونه اعشار هم جلوش گذاشته، اعشار صفر. یعنی خروجی که ما برمیگردونه چیه؟ اینجا بنویسم یه پرینت که نوعش رو هم بنویسم. اینو ببین کلا اصلا بزنیمش توی متغیر. خب اینو بزنیمش توی متغیر یک بار.
نتیجه مثلا. خب حالا میگیم چه چاپ بکنه نتیجه رو. این کارمون راحت تر میشه وقتی همجمون. البته اینم دقت داشته باشین هر ظرفی که بذارین به قول معروف تو حافظمون هم چی کار میکنه؟ گنجایش بیشتری میگیره. پس هرچی ظرف کمتر بذارین کدتون بهتره. البته باید یه سری الگوها هم رعایت بکنیم که حالا بحثش رو نمی‌کنیم. اگر شد یه دوره جدا در مورد الگوریتما صحبت می‌کنیم. میگیم چی؟ میگیم بیا و تایپش رو برای ما نمایش بده. تایپش چی؟ نتیجه. خب به نظرتون جواب چی میشه؟ هم فلوت برمیگرده. چرا فلوت برمیگردونه؟ دلیلش اینه که فلوت تو اولویته. اینو دقت داشته باشی. و تا اینجا به نظرم برای این ویدیو کفایت میکنه و جلسه بعدی میریم سراغ بحث شیرین و جذاب رشته ها. در مورد تیکه تیکه کردنش رو میگیم، در مورد به هم چسبوندنش رو میگیم و کلا یه بحث جذابی خواهیم داشت در موردش. ممنون که تا اینجا ویدیو بنده رو دنبال کردین و تماشا کردین و لایک و سابم کردین و همینجا به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.